سلام خدمت دوستان عزیز. یه دونه دستگاه چاشنی گذار و چاشنی بردار خونگی خودم درست کردم. کارشم خیلی راحت و آسونه. شما دوستان میتوانید با چند تا قطی اینو راحت خونه درست کنید. طریقه کار کردنش هم خیلی راحته. دوستان عزیز مشاهده کنم. راحت چاشنی رو در میاره. راحت چاشنی در اومد. بعدا میذارن این طرف برای چاشنی گذاشتم. کارشم خیلی راحت و روونه. دوستان عزیز میتونن با چند تا آهن پرتین دستگاه رو درست کنن. ممنون میشین از اینکه این فیلم رو مشاهده کردید.